در ماه رمضان درهای بهشت باز شده و هر شب ماه رمضان ندا کننده ای از جانب خداوند ندا سر می دهد که ای جوینده خیر پیش بیا و ای جوینده شر باز ایست. هر شب از ماه رمضان خداوند بندگان را از آتش جهنم رهایی می بخشد و آنها را داخل بهشت می کند. بهشتی که پهنای آن به اندازه زمین و آسمان است. بهشتی که برای مؤمنان مهیا شده و درجات و مراتب گوناگون دارد. کسانی که در این ماه مبارک با اخلاص و تقوا روزه میگیرند و به عبادت خدا مشغول میشوند از رحمت و مغفرت ویژه‌ای بهره مند خواهند شد. در آخرت خداوند پاداش عظیمی برای آنها در نظر گرفته است و آنان را به دیدار خود مشرف میسازد. ابو هریره رضی الله عنه نقل می‌کند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: وقت شب اول ماه رمضان فرا می رسد، یعنی با آغاز این ماه، نشانه های بر ورود آن پدیدار می شود و هدایایی از جانب خداوند به بندگانش عطا می گردد. نخستین هدیه این است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: شیاطین در بند و زنجیر قرار داده می شوند و وسوسه های آنها کمتر می گردد. دومین هدیه درهای جهنم بسته می شود و هیچ در آن باز نمی ماند و درهای بهشت گشوده می شود و هیچ در از آن بسته نمی ماند. سومین هدیه الله متعال این است که منادی ندا می دهد، یعنی ندا کننده ای از جانب خداوند ندا سر می دهد که ای جوینده خیر پیش بیا، یعنی بهشت برای تو آماده شده است، پس با طاعت و فرمان برداری از پروردگار جهانیان به سوی بهشت بیا. و ای جوینده شر باز ایست، یعنی از شر و بدی دست بکش و آن را ترک کن، زیرا این زمانی است که دلها برای توبه نرم می شوند. چهارمین هدیه، خداوند در این ماه بندگان را از آتش جهنم آزاد می کند، یعنی هر شب از ماه رمضان خداوند بندگان را از آتش جهنم رهایی می بخشد. انسان مسلمان در این ماه باید تلاش بیشتر برای عبادت، روزه‌داری و اطاعت از خداوند داشته باشد که از آتش جهنم نجات یافته و به بهشت وارد می شوند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: بهشت 8 در دارد، یکی از آنها ریان نامیده می شود. در روز رستاخیز فقط روزه‌داران از این دروازه وارد می شوند و همین که همه آنان داخل شدند این دروازه بسته می شود و دیگر کسی از آن داخل نمی گردد. ریان به معنای سیراب شدن یا تر و تازه بودن می باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم به اصحابش در مورد دروازه های بهشت می گفتند که به هر کسی گفته می شود که اهل نماز از دروازه نماز، اهل جهاد از دروازه اهل جهاد و اگر اهل روزه باشد از دروازه ریان وارد می شود و اگر از اهل زکات باشد از دروازه اهل زکات وارد بهشت می شود. ابوبکر رضی الله عنه گفتند: یا رسول الله، پدر و مادرم فدای شما، آیا کسی هست که از همه آن دروازه ها صدا زده شود؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: بله، و امیدوارم که تو از جمله همان کسان باشی. در حدیث به نقل از عمر رضی الله عنه روایت شده که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر کس درست وضو بگیرد سپس چشم به سوی آسمان دوخته و بگوید: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، 8 دروازه بهشت برایش گشوده می شود. از هر دروازه‌ای که بخواهد وارد بهشت می شود. اما این بدون وضوء بی‌نقص و کامل تأثیر ندارد و وقتی وضوء کامل و بی‌نقص باشد نماز هم کامل ادا می شود و نماز کامل انسان را از زشتی ها دور می کند. نماز شرط لازمی رفتن انسان به بهشت است، چون که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید: اگر از کسی نمازهایش پذیرفته شود سایر اعمالش مثل روزه، زکات، حج و هر عمل خوب دیگرش نیز پذیرفته می شود. در حدیث از پیامبر صلی الله علیه و سلم نقل شده که الله متعال در روز قیامت می فرماید: ای محمد صلی الله علیه و سلم، کسانی از امتت را که حساب و کتاب ندارند از باب الایمن داخل کن و آنها در دیگر دروازه ها با سایر امت شریکند. الله متعال در قرآن می فرمایند که صابران بدون حساب کتاب وارد بهشت می شوند. مفسرین در این باره می گویند که روزه‌داران نیز شامل صابران است، چون انسان در برابر خواسته های نفس صبر می کند و آنچه
خواسته نفس و لذتها است را ترک کرده و این خود نیز شامل صابران می شود. از دروازه های بهشت گفتم. شاید سوال برایتان پیش بیاید که اندازه این دروازه ها چقدر هستند؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند سوگند به ذاتی که جان من در دست اوست، فاصله میان دو طرف یا دو گوشه دروازه بهشت به اندازه مسافت میان مکه و حجر و یا میان مکه و بصره است که اگر اندازه آن را در نظر بگیریم حدود 1000 کیلومتر هست، یعنی طول یک دروازه بهشت 1000 کیلومتر است. پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند ما در دنیا آخرین امت هستیم و اما در آخرت اولین امت هستیم که وارد بهشت می‌شویم و اولین مسلمانی که وارد بهشت می‌شود من هستم. پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید وقتی به پشت درهای بهشت می‌رسیم من در می‌زنم و نگهبان بهشت می‌گوید چه کسی پشت در هست و من می‌گویم محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم. دربان بهشت می‌گوید و من امر شده است تنها برای تو در را باز کنم ای محمد صلی الله علیه و سلم. پیامبر صلی الله علیه و سلم وارد بهشت شده و بعد از آن اصحاب و اهل بیت و بقیه مسلمانان شاد و خندان وارد بهشت می‌شوند و هر کس جایگاه و مقام خودش را در بهشت می‌داند، در حالی که در عین حال جهنمیان وارد جهنم شدند و هنگام ورود به همدیگر فحش و ناسزا و بد میگویند و همدیگر را سرزنش میکنند. این را بدان این تو هستی که انتخاب میکنی از جمله یک کدام یکی باشی، آنانی که با فحش و ناسزا گفتند و افسوس خوردن وارد جهنم میشوند یا آنانی که شاد و خندان وارد بهشت میشوند و در جایگاه رفیع و بلندی قرار میگیرند و پروردگارشان را ملاقات میکنند. از جایگاه بهشتیان یاد کردیم، پس در ویدیوی دیگر در مورد جایگاه روزه‌داران در بهشت و درجات بهشتیان خواهیم گفت و در قسمت کامنت ها شما هم بنویسید که در مورد شکننده های روزه ویدیویی بعدی باشد یا در مورد مقام و درجات بهشتیان. ممنون که تا پایان ویدیو همراه ما بودید. اگر از ویدیو خوشتان آمد آن را لایک کرده و برای حمایت از ما چینل را سابسکرایب کنید. تا ویدیوی دیگر، الله حافظ و نگهدار شما.